بچه ها ویترین خیلی چیز خوبیه برای آدم. همونجوری که عطر میزنیم بهترین لباس ها رو میپوشیم که ویترین خوبی برای دیگران به جا بذاریم، کاش برای همسرمون هم یه ویترین خوب بذاریم که 2 روز ازش جدا شدیم یا حتی سر کار به ما فکر میکنه حالش خوب بشه، نه اینکه یاد غر زدنامون بیفته. یا همینطور زنا سر کار یاد این بیفتن که هر بار شوهرش از خرید میاد قیمت میگه، جوراباشو یه گوشه میندازه. نه، خیلی خوبه که یادمون بیاد ویترین ما تو ذهنش این شکلی باشه که من زنم هر بار داره ظرف میشوره همش غیر میده، همون میره دستشویی میره غیر میده، صدای آهنگ خوندناش میاد، تیکه کلامای بامزه بگیم. زن من اینو همیشه موقع سلام کردم به سلام علیکم با انرژی بود. حتی اگه حالت خوب نیست روزی یه بار بهش زنگ بزن با لحن خوب بامزه. اینا همه میشن ویترین شما. شوهرام همینطور، خوب لباس بپوشین، تمیز باشین. یه کاری رو برای خودتون عادت کنین که وقتی زنتون وقتی تو ناراحتیش یاد شما میفته بهتون فکر میکنه حالش خوب بشه. ویترین واقعا چیز قشنگ